در شهر استرافشان به استقبال سزاواری جشن 30 سالگی استقلالیت دولتی تدبیرهای آبادانی و سازندگی ادامه دارد. از جمله با تشبث مقامات اجرایی و صاحبکاران راههای محلی آباد و نوسازی کرده می شوند. صاحبکاران شهر نقشه دارند در نوبت اول کوچه به نام علیشیر نوایی شهر را نوسازی و تعمیر نمایند. گزارش از شهر استرافشان. با مقصد استقبال سزاوار 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان امروز در همه کوچه و محله و دهات شهر استرافشان کارهای آبادانی و سازندگی مورد عمل قرار گرفته است. ساکنان و صاحبکاران با ننگ و ناموس این شهر قدیمی و دارای زیاد از 150 عدد یادگارهای تاریخی، حفریاتی و معماری عصرهای گوناگون امر سرور دولت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان را درباره وسعت دادن کارهای آبادانی و سازندگی و شرف 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان سرمنشه فعالیت عمل‌آمیز خویش قرار داده کارهای آبادانی سازندگی را وسعت تازه بخشیدند. ساکنان کمیته محلی به نام شاعر پیوندگری رشته‌های ملت تاجیک و ازبک علیشیر نوایی تحت سربرای رئیس کمیته محلی ادکر ابوالخیر و صاحبکار ورزیده استرافشان سعید احمدov کوچه نوآباد به نام استاد میرزا ترسونزاده را از حوالی رقم 134 تا رقم 270 که زیاد از 400 عائله اهل اتفاق عمر به سر میبرند به خیابان روشن و وسیع تبدیل داده شدند. با قوه ساکنان جویبار سالهای 50 قرن گذشته ساخته شده بلندی و پستی های ناهموار و قبرهای آبگذر سالها تعمیر ندیده کنده و از نوسازی میگردند. ما صاحبکاران تصمیم گرفتیم که همین راه را قسما راه میرزا ترسونزاده محله خانه نوایی را قسما پررا تعمیری اساسی را براریم. مورد ذکر خاص است که در شهر استرافشان همکاری مقامات اجرایی حاکمیت دولتی با صاحبکاران توأم راه اندازی می شود. در دوره 1300 روز مهنتی زبدار به شرف 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان برادران صاحبکار عارف و بوستان ترسونوف ها امروز به منفرشکنی راه کلان ماشینگرد استرافشان آسایشگاه اوراتپا کمر همت بستند. به ساکنان شهر و دهه بالغری و مهمانان با مقصد استراحت آمده عیان بود که این راه در سطح غیر قناعت بخش قرار داشت. اینک در سال رشد سیاحی و هنرهای مردمی با سهم صاحبکاران و اهالی دهه نزدیک 1 کیلومتر را با پهنایی 6 متر قیرپوش گردیده ساکنان و استراحت کنندگان و سیاحان استرافشان را از تشویش و سرسانه ها میرهاند. باید اطلاع داد که ساکنان و صاحبکاران 10 جماعت دهات و 22 کمیته محلی شهر برای در سطح بلند استقبال گرفتن جشن همایون 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان امروزها با آبادانی سازندگی و از نوسازی راه و انشاءات جهد و تلاش می‌ورزند. مضبوط بابازاده از شهر استرافشان برای برنامه اطلاعاتی اخبار.